من گفتم آقای روحانی بابا من نمیگم تو بیا مثلا به اون کسی که من فکر میکنه کار بسپار، همین که تو ستاد بودن کمکت کردن جوان بودن، همین کسی که توسط دارن کار بسپار داشت نگاه به خدا بهتره. نمیتونه یه آدمی که سن و سال ازش گذشته اون چست و چابکی رو نداره، اون تلاش نمیتونه بکنه، اون پیگیری رو نمیتونه بکنه، چرا کشور روش خوبه؟ مجلس خبرگان عزیز من روی اشتباهی مجلس خبرگان کارش کار اجرایی نیست. ما کار اجرایی رو با یک کار مشورتی با یک کاری که تصمیم گیریه در یه مقطع سالگی داریم یکی میکنیم. بس راه